تو این قسمت تفاوت بولت ژورنال با پلنر رو توضیح میدم. بولت ژورنال یک مجموعه شخصی است که بر اساس نیاز و سلیقه شما میتونه تغییر کنه که با توجه به فیلم‌های قبلی دیدیم برنامه‌ریزی سالانه، ماهانه، روزانه، ردیاب عادت‌ها، فهرست فیلم، فهرست کتاب، مجموعه‌های شخصی و خاطرات و یادداشت‌ها رو در بر می‌گرفت. در کل یک مجموعه کامل و بر اساس نیاز شما قابل انعطاف است. ولی زیاد نباید درگیر طراحی این دفتر بشیم که خسته کننده نشه. طراحی دفترهای من که شامل ماهنگار و ردیاب عادت هاست حدود 1 تا 2 ساعت در ماه وقتم رو میگیره. چون این ماه روز معلم رو داریم، ماهنگارم رو به این شکل طراحی میکنم. ماهنگار و ردیاب عادت ها هر ماه تکرار میشه. و اما پلنر یک دفتر خوشگل و خوشرنگ هست که نیازی به طراحی نداره. فقط شما باید برنامه‌تون رو داخل اون بنویسید. نمیتونید تغییری در اون ایجاد کنید. شاید بعضی از قسمت‌هاشو نیاز نداشته باشید و خالی بمونه. حالا پلنر بهتره یا بولت ژورنال؟ من هیچ وقت نتونستم با پلنر برنامه‌ریزی کنم، ولی از وقتی که با بولت ژورنال کار میکنم شاید بعضی وقتا برنامه ریزی نکردم، بعضی وقتا از برنامه عقب افتادم، ولی با آزمون و خطا پیش رفتم تا اینکه شروع کردن روزم بدون برنامه ریزی سخت شده. یک ردیاب سالانه که بهش نیاز داشتم ردیاب وزن بود. توی این ردیاب هر ماه وزنم رو اندازه میگیرم و وارد نمودار میکنم. روی نمودار عمودی وزن و روی نمودار افقی ماه‌های سال رو مینویسم و هر ماه وزنم رو اندازه‌گیری کردم علامت میزنم و خط‌ها رو به هم وصل میکنم.